سلام، من امیرم و اینجا چنل کیپرنایته. خوش اومدید به اولین ویدئوی آموزشی از دوره اسپشیال یوزر یا یوزر خاص. پس بی معطلی بریم که شروع کنیم. اگر میخوایم یوزر خاص باشیم باید معنای دقیق امنیت رو درک کنیم و بدونیم امنیت یعنی چی توی دنیای رئال واقعی. یعنی دور بودن از هر گونه تهدید و آمادگی برای رویارویی با خطرات ممکنه. به این میگن امنیت تو دنیای واقعی. اما امنیت توی دنیای کامپیوتر یعنی چی؟ به امنیت تو دنیای کامپیوتر امنیت رایانه‌ای، امنیت سایبری، امنیت اطلاعات، امنیت فناوری اطلاعات، امنیت داده گفته میشه و مراقبت از شبکه، دیوایس هامون، سامانه هامون، وبسایت هامون، موبایل و حتی یوزرامون در برابر تهدیداتی و حملاتی مثل DOS، DDoS، باج افزارها، باتنت ها، ورم ها یا حملات سخت افزاری نرم افزاری گفته میشن و امثالهم، چون خیلی حمله وجود داره. خیلی ما چیزی داریم تحت عنوان CIA. این CIA اون CIA نیست، ربطی هم به هم ندارن، ولی خب اسمش CIA، اسم یکی هم، ولی اصلا جدان. ولی داریم CIA داریم. CIA تشکیل شده از 3 کلمه C، I و A. C مخفف کلمه confidentiality به معنای محرمانگی، یعنی اینکه دیتایی که شما دارید میفرستید باید محرمانه باشه، کسی اجازه دسترسی بهش نداشته باشه، دسترسی غیر مجاز نتونن بهش داشته باشن. I به معنی اینتگریتی یا یکپارچگیه، یعنی دیتایی که شما ارسال میکنید یا میخواید دریافت کنید از جایی که حالا ارسال و دریافت میخواد شروع بشه تا نقطه پایانی دیتا کاملا سالم بره و حالا تو مسیر دچار شکست یا در هم شکستگی نشه. و A به معنی availability، یعنی در دسترس بودنه. معناش میشه دسترسی، ولی خب در دسترس بودن میشه. به معنی اینه که شما هر موقع که بخواید بتونید به دیتاتون دسترسی داشته باشید یا هر کسی بخواد بتونه به اون دیتا دسترسی داشته باشه. به این میگن CIA که یه مثلثه، حالا مثلا یه نقطه هم وسطشه، شما به هر کدوم از ضلع A برید، خب اون دوتا ضلع دیگر رو ندارید و باید اون نقطه وسطش رو سعی کنید وسط مثلث نگه دارید. ما سطح‌های مختلفی داریم یا بخش‌های مختلفی داریم که در حالت کلی 6 تا بخش بیشتر نیستن. در حالت کلی سطح سیستم عامل، سطح داده، سطح شبکه، سطح تلفن همراه، سطح اینترنت و سطح سرقت هویت یا همون مهندسی اجتماعی، که توی هر کدوم از این سطح‌ها و تو هر کدوم از این بخش‌ها ما قسمت‌هایی داریم. قسمت سه‌گانه‌ای که بهش میگم پیشگیری، نگهداری و واکنش. یعنی تو سطح سیستم عامل ما 3 قسمت داریم که بهش میگم پیشگیری، نگهداری و واکنش، که تو هر کدوم از این قسمت‌ها ما باید کار خاصی انجام بدیم تو این 3 بخش. دنیای امنیت بازیگرای خاص خودشو داره که به 3 دسته کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه مشکی تقسیم بندی میشن. البته به کلاه مشکی کلاه سیاه هم میگن، من میگم مشکی. که به کلاه سیاه ها هکر، به کلاه خاکستری ها هانتر و به کلاه سفید ها پنتستر میگن، که همه این افراد اطلاعات خیلی زیادی در مورد زبون‌های برنامه نویسی، در مورد سیستم عامل، در مورد شبکه، در مورد فناوری اطلاع، در مورد داده، در مورد رمزنگاری، هر چیزی که تو دنیا امنیت بهش ورود کرد اینا بلدن. هرچی اطلاعات زیادی هم دارن. مهندسای امنیت از 4-5 تا کلمه کلیدی بیشتر استفاده نمی‌کنن به طور متداول. خیلی بیشترن، خیلی کلمات زیادی وجود داره، خیلی کلمات تخصصی زیادی وجود داره، ولی در حالت کلی 4-5 تا بیشتر نیستن که متداوله، پشت سر هم هی دارن تکرارش میکنن. اولین کلمه vulnerability یا آسیب پذیری به معنای نقطه ضعف یا نقاط ضعفی هستند که به مهاجم اجازه ورود یا دسترسی غیر مجاز میدن، که مهاجم میتونه از این vulnerability ها استفاده کنه که دسترسی بگیره، سیستم شما رو به دستش بگیره یا هر کاری که دلش میخواد. مورد بعدی حمله است یا اتک
به معنی حمله کردن و حالا حمله کردن دیگه. کلش آف کلنس بازی کردید هموناست. مورد بعدی اکسپلویت به معنی ابزار هستش. ابزار ما یا اکسپلویت های ما میتونن یک قطعه کد باشن، یک دستور سیستم عاملی باشن یا یک نرم افزار باشن یا همون یک ابزار تحت سیستم عاملی باشن که به ما استفاده از یک وولنربیلیتی یا یک آسیب پذیری رو میدن واسه دسترسی. به طور مثال ما اینجا یک اکسپلویت XSS رو داریم که تشکیل شده از دو قسمت اسکریپت که واسه زبان برنامه‌نویسی جاوا هستش، خب تابع اسکریپت باز بسته و الرت. به این میگن یک اکسپلویت که برای ما کاری رو انجام میده. کارش هم اینه که یک بنر برای ما تو سایت واز میکنه و یه بنر میاد پایین که یک آسیب پذیریه. این اکسپلویت اون آسیب پذیریه، این ابزار اون آسیب پذیریه. و مورد آخر هدف هستش یا تارگت که ما هدف انتخاب میکنیم، یه سیستم انتخاب میکنیم، یک تارگتی رو انتخاب میکنیم برای حمله کردن. هدف دیگه تارگت. خب الان هدف و چی من بیام معنی کنم؟ خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک فراموشتون نشه، چنل رو ساب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. هر سوالی داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید. تا ویدیو بعد شاد باشید. چقدر سخته اینا رو میدونم، چقدر سخته اولی ویدیو. البته هکر درست نیست. اینجا حذفه. اکسپلویت میتونه یک قطعه کد باشه، قطعه کد. لایک فراموشتون نشه. وای یادم رفت اینو بگم. استفاده میکنیم. گفتم دوباره از اول. آی آره داره میگیره. مورد بعدی حمله است که دقیقا این هم حرف زدم که بگم حمله. مورد بعدی هدفه. تا ویدیو بعد شاد باشید. چرا دستم اینجوری آخرش آوردم بالا؟ تا ویدیو بعد شاد باشید. مسخره